متاسفانه گمان میکردیم که همین روز عاشورا را گرفتنش به خاطر همون ماتم امام حسین است. حالا که این خیلی نیست. همین حقیقتا قتل امام حسین یک جنایت بزرگ در تاریخ. فرزند پیغمبر صلی الله علیه و سلم کشته شد، به ظلم کشته شد، خون ناحق ریختند. اما این به روزه عاشورا هیچ کاری نداره. حضرت در سال دوم هجری امر کرد صحابه را که روز عاشورا روزه بگیرند. اوخی امام حسین کی کشته شده؟ خیلی بعدتر آخی سبحان الله. شاید در سال 70 هجری کشته باشند حضرت امام حسین. خیلی بعد کشته گیرش. در مقصد این منظره ناخوش واقع شده است. اما به امر پروردگار همین تاریخاً چیز تسلوچه نه در همین روز غلطیده گیرد. مسلمانان مقصد اگر یاد بودم کنن مثال ماتم نمیگیرن که کرتش را بدرونن خشم بزنن کنشور کنن. اما مسلمانان روزه میگیرن. با سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم اهل سنت و جماعت عمل کرده در همین روز روزه میگیرن. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلندی، استرخوان دراز، رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغ ما شهر مسکو، ورخناپولیا، دام 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم‌های ما در تماس بروید. در همین حقیقتا در همین روز دهم عاشورا در همون میدان کربلا 70 نفر اشخاص بزرگ که از جمله یک عدهشو نویروهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، نویروهای حضرت صلی الله علیه و سلم بودن به شهادت رسیدند. از خانواده پیغمبر صلی الله علیه و سلم قریب 20 نفر هم شهید شدند. فرزندای امام حسن، فرزندای امام حسین، مقصد که فرزندای حضرت علی، حسین، عباس و مقصد یک چند فرزندا داشت است. ابوبکر داشت در همینجا شهید شدگی، عثمان داشت در همینجا شهید شدگی. اما ما اهل سنت و جماعت ماتم نمیگیریم. ما همون روزا به خاطر یادبود تاریخ که مردم مسلمان بدونن که چی واقعا شده است میگیم. اما الحمدلله که ما خودمون آخر مکنک نمیکنیم. خدا رحمت کنه حضرت مولوی را در مثنوی یک قصه عجیب آورده است. میگه روز عاشورا همه اهل حلب باب انطاکیه اندر تا به شب گیرد آیند مرد زن جمع عظیم ماتم آن خاندان دارند مقیم. در حلب شیعه بسیارند. میگه همه روز عاشورا در باب انطاکیه جمع شدیند ماتم میگرفتند. ناله هاشون میرسد بر ویل وشت، پر همه گردد همه صحرا و دشت. همه قدر گریه و ناله و چوغو که میکشن کچولا خونشار میکنن که دیگه صداشو به همه جو میروه. یک غریب شاعر از ره رسید، روز عاشورا و آن افغان شنید. پرسان میشدن در افتقاد، چیست این غم بر کی این ماتم فتاد. قدرت پروردگار یک آدم طبیعت شاعری داشته است، یک اهل سنت و جماعت همونجا میرسه میبینه این ماتم میگه یک کس مرده است. میده پرسیده میره که ای بچه کی مرده باشه؟ این رئیس زفت باشد که بیمرد، این چنین مجمع نباشد کاری خوب. بچه کسی از آدم کلان مردگی هست، 10,000 آدم برای جمع شدن گریه و ماتم دارن، معلوم میشه که یک رئیس کلان مردگی هست. میگه چیست نام و پیشه و اوصاف او، تا نویسم مرثیه زلطاف او. مرثیه سازم که مرد شاعرم، تا از این ره برگ لالنگ برم. نامش بگن میگه چی نام داره یگون مرثیه حق بنویسم، هم انشالله اهل خانوادهش خرسند بشوند، هم یگون سومک میتونم همی صرف راه میکنم در مسافر به دست مقصد. برگ لالنگ برم. خدا رحمت کنه ایشانی علومه را در پیشش همین نزد بخوندم، هم کیف کرد که دیگه در جایی میدید میگم داملو چه خیلی گفته است برگ لالنگ برم. کلمه همین لالنگ حقیقتا کلمه عجیبه ده. اونیا که گفتش که های دیوانه ای تو نه شیعه
عدوی خانه‌ای روز عاشورا نمیدانی که هست ماتم جانی که از قرن به هست یا شیعش گشت گفت خانه سوخته تو شیعه نیستی تو دشمن این خانه دانی ای تو نخانه دانی که همین روز ماتمی مقصد امام حسین برای همون خاطر گریه داریم و گفت آره لیکو دوری یزید کی بود است که این غم چی در اینجا رسید گفت توری میگویم که حقیقتا همین یزید که کاری خدا حالی ایچی میشیده باشه در همین روز بدبختو کشته رو که امام حسین لیکن اون زمان عصر کی گذشت چند صد سال گذشت نو خبر به شما را رسید خفته بود است تا این دم شما که کنون جامعه دریده در عذاب توی وقت خواب بوده مرده بوده نووتا میگیره پس دعا بر خود کنید ای خفتگان زان که بد مرگ است این خوابیگران اگه بر خودتون نباشه شما ناله کنید که همین خواب برابر مرگ روح سلطان زندان بجست جامعه چند دریم و چند خواهیم دست اگه خدای تعالی با وجود آنکه نبیروهای پیغمبر هستند اهل بیت هستند صحابی های بزرگ حضرت هستند حضرت قصیفت چو کرده است با یک درجه و منزلت عالی را براشان نصیب گردون که در راه خدا شهید شدن اینا چون که ایشان خسرو دین بودند وقتی شادی شد چه بشکستند بند سوی شادروان جنت تاختند کنده و زنجیر را انداختند آخه شما اگر مسلمانی حقیقی باشه باید خرسندی کنه که همه بزرگا با ظلم صبر نکردند زیر بار ظلم نرفتند جوان مردانه اشتداری کردند در راه خدا شهید شدند خدای تعالی برای شهیدا با درجه و منزلت داده است که برای دیگران نمیتواند گر تو یک ذره زی اسلام آگهی ورنه آگه بیرو بر خود بگیر زان که در انکار روز محشری اگر به شرط تو آگاه نباشی میگم به حال خودت گریه کن که تو به روز محشر شک داری تو باور نداری که روز محشر میشوه و خدای تعالی شهیدا را با حشر میکنه به همون خونی بدنشو که خون بوی مشک میکنه و پیش پروردگار حق طلب میکنن و قومای خودشون شفاعت از پروردگار بزرگ میجوین تقاضا میکنن این خرابت نوحه کن که نمیبیند به جز خاک کهان تمی فقط خاک میبینی تو نمیدونی که صاحب او خاک در چی رحمتی هسته خدای تعالی در از جانب جنت براش باز کرده است در زیر او فرشای جنتی را تنه کرده است از روح ریاحین جنت استشمام میکنه خصوصا شهید در راه خدا که پروردگار روحش در داخل پرنده های سبز جنتی جا میکنه که از میوه جنت استفاده میبره در جویهای جنت غوطه میزنه اون که جودید آب را نکند دریغ خاصه آن کودید آن دریا و میخ اگر در پیش یک جبور باشه یک از آب پرسه آبش نمیتی ای آبی روان اومده است یک سطیل آب دو سطیل آب برای تو چه قدر داره خصوصا شخصی که وقتی دریا و میغ رحمتی پروردگار را دیده باشه مثل امام حسین اما الحمدلله رب العالمین با اهل سنت و الجماعه در روز عاشورا روزه میگیریم برای توصیه حبیب دلها محمد صلی الله علیه و سلم برای امتاش همیایی خداوند بزرگ این محفل خیر مبارک بگردونه پروردگار مرحوم رحمت مغفرت کنه و روحای جنت مسخر بگردونه خداوند به فرزنده و پیونده و برادراش خاصتا به برادرمون حاجی میرزا در این مصیبت یک صبر جمیلی را ارزانی داره. الله اکبر. سلامت باشید.